آیا اسلام ناب همین است؟ غم دست بریده، غم فرق خمیده، غم رأس بریده، شده قاتل زینب، شده قاتل زینب، میونه تن شده آیا اسلام ناب همین است؟ اسلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرامیشان همین است؟ آیا پیامبر گرامی و اهل بیت اطهار ایشان چنین حق بازی هایی کردند؟ آیا حضرت علی و حضرات حسنین و زین العابدین و باقر و صادق و دیگر بزرگواران چنین کاری کردند؟ به چه دلیل؟ وگرنه پس شما این بدعت و امثال این را از کجا آورده اید؟ آیا این ظلم و ستم به دین پاک الله متعال نیست که برای عزت و عظمت و سربلندی بشریت آمده؟ آیا این قبیلکارها سبب بدنامی دین اسلام نمی شود؟ و غیر مسلمانها را از دین متنفر نمی کند؟ امیدواریم عقلای جامعه دست افرادی را بگیرند که به نام دین به بیراهه می روند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو می روی به ترکستان است. oh